منابع نامگی نیم روز از شام 20 ایول تا صبح 21 ایول در حدود نویه عینی ولایت سوخت دست کم 7 نفر به طور فوجوی جان باختند. 6 نفر این قربانیان در دو صدمه بر اثر بچه‌خوری سر و زیر شدن ماشین ها به هلاکت رسیدند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که صبح 21 ایول سال 2022 ساعت 09:05 دقیقه به قسمت نوبرداری این کمیته درباره یک صدمه مودش در حدود نویه عینی خبر دادند. یک ماشین مرسدس با 4 نفر در کیلومتر 126 شورای دوشنبه خوجند هنگام حرکت از جانب دوشنبه به دلیل نامعلوم در حدود نویه عینی به چقوری 120 متر سر و زیر شده سپس به فوندریا افتاده است. شاهدان حادثه برای کمک به کمیته ولایت‌های فوق‌العاده مراجعت کردند. جستجوی جسدها 2 روز باز ادامه دارد ولی هنوز نتیجه ندادند. نجات بخشان امین طرف صبح 21 ایول جسد یک زن 23 ساله ساکن شهر شفقت پایان جماعت ررز نویه عینی را میجویند که ساعت 9:10 دقیقه به سبب‌های نامعلوم خود را به دریای زرافشان پرتافته است. جستجوی جسد از جانب گروه نجات بخشان در روز اول نتیجه نداد و از صبح 22 ایول از سر گرفته شد. شام 20 ایول ساعت 19:45 دقیقه باز هم در همین نویه عینی در حدود جماعت اورمیتان یک ماشین تمغه گاز به چقوری 40 متر سر و زیر شده. در نتیجه 2 مسافر این ماشین بر اثر جراحت‌های برداشتهشان در بیمارستان جان باخته، 2 مسافر دیگر با جراحت‌های وزنین بستری کرده شدند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده همچنین خبر داد که روز 20 ایول یک دخترچه 12 ساله از جماعت آبشاران نویه شهر توز از بی‌احتیاطی در کانال افتاده غرق شده است. جسد او را بعد یک روز جستجو پیدا کردند. از اول سال 2022 در کل دریاهای تاجیکستان الکی بیش از 110 نفر از جمله نزدیک 60 نابالغ غرق شدند. سال گذشته در تاجیکستان 155 نفر از جمله 75 نابالغ غرق شده بود.